دیروز شما در صحبت‌هایی که داشتید اشاره کردید که یک سال قبل به همین گونه درخواست‌ها مثلا بسیاری کشورها یک جوابی دخوره میداده و امروز دیده می شود که دلگرمانه به هم آمدن و میخواهند که در حل قضیه افغانستان سهم داشته باشند. همین دیدگاه از کجا به وجود آمد؟ خب میبینین واضحاً به می ترتیب است. شما ببینید سال قبل ممکن نبود که کسی بیای به تاجیکستان سفر کنه و موضع تاجیکستان تایید بکنه. و ما میبینید کشورهای مختلف دنیا بسیار خوشبین بودن به طالبان، فکر میکنن که مسئله افغانستان تمام است، طالبان آمدن صلح را میارن، ثبات میارن. اما پس از یک سال میبینید که نخبه های سراسر جهان میاین در تاجیکستان و این در واقع کسایی هستند که مردم های عادی نیستن، مردم های فهمیده هستن، مردم های اکادمیک هستن، مردم های علمی هستن، سیاسی هستن. این که میاین به این معنی است که در واقع وضعیت کاملا تغییر کرده و موضع تاجیکستان در اینجا حقانیت داشته، بر حق بوده که اینا من در تاجیکستان میگه که ما میخوایم سری مسئله صحبت کنیم و همچنان میگن که بیان که یک راه حل به افغانستان پیدا کنیم. در کجا میان؟ در تاجیکستان میان. بله. در حالی که قبلا که اینا اعتراض داشتن، انتقاد میکردن. چرا مثلا تاجیکستان؟ چرا؟ به خاطر که موضوع تاجیکستان یک موضوع روشن بوده. موضوع جناب عالی بسیار یک موضوع روشن بوده. گفته که وضعیت افغانستان طوری است که ایجاب وزیر میکنه یک حکومت همه شمول بیاید. طالبان به تنهایی نمیتونن کارو کنن. گفتن که ما طرفدار صلح در افغانستان هستیم. گفتن که حق اقوام افغانستان خورده شده، گرفته شده. حق قوم تاجیک، هزاره، ازبک دیگر رو گرفته شده. و مسائل خب بسیار روشن گفتن. پس به اون نسبت حقانیت موضوع خود تاجیکستان نشان. خب اگر به موقعیت کشورهای دیگر قدرت‌های جهانی برگردیم، آیا اونو در طول یک سال طالب خوبتر شناختن؟ خب ابتدا خب به اون ترتیب نه. من حرف میسته که موضوع تاجیکستان بسیار عمیق بوده. بله. و خود دیدگاه جناب عالی بسیار زیاد عمیق بوده. اینا در واقع یک طور کشورها با طالب یک روابط داشتن، خوشبین بودن. یک طور دیگه نمیشناختن، فکر میکنن که افغانستان چرا از وضعیت افغانستان نمیدانستن. با اون نسبت اونا خوشبین بودن، اما تا یک سال کاملا تغییر کرد. خب حالا هم دیده می شود که مثلا برخورد نظرها، برخورد موقعها هست، ولی به هر صورت سوال دیگر پیدا می شود که جامعه جهانی مخصوصا کشورهای منطقه نگران افغانستان هستند یا نگران خود و منافع خود هستند؟ ببینید افغانستان فعلا به یک محضر منطقه و جهانی تبدیل شده. این موضوع تروریسم است، تقریبا 20 گروه تروریستی است، موضوع مواد مخدر است، موضوع جرایم سازمان یافته است. افغانستان فعلا حکومت مشروع نداره، دولت مشروع نداره، میدان رقابت هست، میدان جنگ های استخباراتی شده. پس به اون نسبت افغانستان مرکز یک مشکلات منطقه و جهانی شده. به اون نسبت کشورها هر کدام دنبال منافع خود است، جای شکی نیست. شما میبینید که در اینجا در خود کنفرانس دیروز میبینید که افغان‌ها بیشتر تمرکز دارن سر مسائل داخلی افغانستان که چه نظام بیاد، چه حکومت بیاد، و خارجی بیشتر تمرکز دارن سر مسائل تروریسم و مواد مخدر. یعنی هر کس در واقع دنبال منافع خود است. خب سری گفتید که افغان‌ها بیشتر سر نظام و آینده افغانستان صحبت میکنن. نقطه ای که یک سال از بیشتر از یک سال عمدتاً به نظر میرسد این تمرکز سر حکومت غیر متمرکز و یا فدرالی هست. در همین مسئله تا کجا از نگاه شما یک اجماع نظر با وجود آمده و در همین کنفرانس همین مسئله برملاتر شد؟ بله، در اون جای شک نیست که سر حکومت سر یک نظام نامتمرکز، ساختار نامتمرکز قدرت تاکید بیشتر صورت گرفت. شما میبینید که تقریبا همه چرا دانستن که در افغانستان یکی از معضلات کلان داخلی افغانستان تمرکز قدرت در دست یک نفر یا یک قوم است. پس به این تمرکز قدرت باید بشکنن، یک نظام عادلانه باید وجود بیاید که تمام اقوام افغانستان در صحنه تصمیم گیری باید شریک مسئله افغانستان باشه. ولی طالبان تا کجا سرفرود میارن با واقعیت افغانستان و خواهش جامعه جهانی؟ ببینید طالب ها خو یک ایدئولوژی خاص خود دارن. طالب ها بیشتر از نبض مسائل افغانستان و قدر اینا پروام ندارن و معتقدم نیستن. طالب ها یک گروه هستند که با فکر ایدئولوژیک دینی برخواسته
از دیوبندی که در منطقه قبایلی پاکستان است آمیخته با تمام تفکرات قبیله‌ای اینا آمدن با قدرت‌های بیرونی و استخبارات بیرونی بر مردم افغانستان تحمیل شدن. پس این طالب هاستن. ولی طالب ها به این مسائل تمکین نمیکنن و طالب ها در واقع به این موارد قطعا تمکین نمیکنن. اونا آماده نیستن، چرا اونا فعلا نبض افغانستان به اون ترتیب قطعا احترام نمیگذارن. طالب یک گروه کاملا جدا از تمام ارزش‌هایی است که دیگه مردم افغانستان به او اعتقاد دارن. خب یک سوال دیگر به عنوان آخرین سوال، بیشتر از همه اتهام سر پاکستان زده میشد که پاکستان در پشت طالبا هست، پاکستان پرورش میدهد، ولی در نشست دیروز ما دیدیم که یکی از نماینده های پاکستان گفت که طالبا شکست میخورند. این چرا مثلا به همین نتیجه در خود پاکستان به همین نتیجه رسیدن؟ خب ببینید، به خاطر اونا فکر میکنن که طالب مال افغانستان است، به اونجا میبریم. دیدیم که طالب در داخل پاکستان هم نشو کرد و طالب افغانستان، طالب پاکستان و طالب منطقه و تروریسم جهانی اینا دست به دست هم دادن یک جای و اون نسبت تهدید احساس کردن. یکی دیگه است که واضح است ولی کس نمیتونه که بگه طالب شکست نمیخوره. ظرفیت دولتداری نشان ندادن، با مردم افغانستان هیچ پیوند ایجاد کرده نتونستن. اینا در سایه اقتصادی، در سایه اجتماعی، در سایه سیاسی، در سایه مشروعیت، در سایه بین‌المللی به بنبست رسیدن. فقط یگانه چیزی که دارن به نام تفنگ است و دین من حیث ابزار استفاده میکنن. پس بسیار روشن است که شکست میخورن. در مدت یک سال افغانستان 20 سال عقب بردن اینا، پس شکست میخورن. خب تشکر از شما. بخیر.